رمضان ماه پیروزی و کامیابی هست. در طول تاریخ اسلام بزرگترین رویدادها و کامیابیها در ماه مبارک رمضان به اتفاق افتاده. جنگ بدر یکی از غزوه های پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان به اتفاق افتاد و همانطور فتح مکه یکی از بزرگترین فتح ها هست در ماه مبارک رمضان به اتفاق افتاد که اسلام به اوج کامیابی خود رسیده بود. داخل شدن تمدن اسلامی به اروپا و گسترش از او به جهان در ماه مبارک رمضان به اتفاق افتاد. فتح اندلس در ماه مبارک رمضان صورت گرفت، فتح شد. در ماه مبارک رمضان بود که قدس دوباره از چنگ صلیبی ها گرفته شد توسط صلاح الدین ایوبی و سایر مسلمانان، فتح شد. در تاریخ اسلام بهترین دوره ماه مبارک رمضان است برای مسلمانان واقعی که زحمت بکشند، تلاش بکنند. ماه رحمت است، ماه صیام و قیام است، ماهی است که انسان مسلمان هر چی که دعا بکنه الله متعال قبولش میکنه. پس بنان برادران و خواهران مسلمانم، برای امت اسلامی، برای برادران و خواهران مسلمان ما که زیر بمباردمان کفار یهود و نصارا هستند، برایشان دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی اینها را نصرت بکنه بالای کافرین. الله متعال اینها را پیروز کامیاب بگردانه که ما و شما از این ذلت و خواری خلاص شویم. امروز ما و شما میبینیم که از هر طرف داد از اسلام میزنن، اما بالای خواهران و برادران ما و شما چقدر ظلم صورت میگیرد در کشورهای اسلامی. الله متعال همه برادران و خواهران مسلمان ما را در این ماه مبارک رمضان بالایشان رحم بکنه و آنها را در حفظ و امان خود داشته باشه.